من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا بسوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم فقال یا قوم اعبدوا الله. اول انقلاب اعتقادی میخواد ایجاد کنه پیامبر خدا. ای قوم من اعبدوا الله، فقط و فقط الله را پرستش بکنید. وارجوا الیوم الاخر، و بترسید از روز آخر. وارجو امیدوار بودن است. رجا به معنی امیدوار، اما اینجا به معنی چی هست؟ خوف است. چون که تنها رجا کافی نیست. کسی که مبتلا به شرک است او باید بترسد. از سیاق فهمیده میشه. علامه خازن نوشته وارجو الیوم الاخر ای اخشوا الیوم الاخر و خافوا. از روز آخرت بترسید و خشیت داشته باشید. اما در دیگه جاهای ما خواندیم که یرجون به معنی یعتقدون. وارجو الیوم الاخر یعنی اعتقاد داشته باشید، باور داشته باشید، یقین کنید که روز آخری هست، روز قیامتی هست. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. این انقلاب عملی است. اول انقلاب اعتقادی. اعتقاد به دو چیز، یکی مبدأ یکی معاد. اعبد الله مبدأ هست توحید، وارجو الیوم الاخر معاد هست. ولا تعثوا فی الارض مفسدین این انقلاب عملی هست. اعمالتون را هم تجدید نظر کنید. در زمین فساد کنان نگردید. در حالت فساد در زمین شما نگردید. که فساد زمین چیه؟ تضییع حقوق الله و حقوق العباد. اینا هر دو را داشتند. هم شرک میکردند، هم در بازارها خیانت میکردند. خواندیم که در کیل و وزن چه خیانت هایی میکردند. اما الله میفرماید فکذبوا، حضرت شعیب را تکذیب کردند. فاخذتهم الرجفه، رجفه اونها را گرفت یعنی زلزله. چون ما در جاهای دیگه صیحه خواندیم. خب بعضی گفتن صیحه جداگانه بود، رجفه جداگانه بود. از زمین و آسمان الله عذاب آورد، همانطور که برای اقوام دیگه آورد. مثلا برای قوم نوح از زمین هم آب فوار زد و فارت تنور، از آسمان هم باران شروع شد. برای بسیاری از اقوام از پایین زلزله شد. رجفه به معنی زلزله. از بالا صدای مهیبه که جگرهای اونها را پاره کرد، که بعضی گفتند صیحه جبرائیل بود. پس بعضی رجفه را به اون معنا کرد، بعضی گفتند نه یکی است. رجفه هم همون صیحه هست. الرجفه الزلزله الشدیده، این یک قول. او صیحه جبرائیل، همون صیحه جبرائیل رجفه هم هست. چطور رجفه است؟ رجفه ما خوندیم یعنی زلزله. لأن القلوب رجفت بها، چون دلها تکان خورد، زلزله درونی ایجاد شد، لرزاند اونها را. پس همون صیحه و رجفه بر اساس قول دوم، این تفسیر مدارک بود
که میگفت اینا بر اساس قول دوم مدارک هر دو یکی هستند. بله فاصبحوا فی دارهم جاثمین. سبحان الله، همه در خانه هایشان به زانو افتادند. بعضی گفتن جاثم یعنی به دهن افتادند. انسان را وقتی الله ذلیل بکنه دهنش تو خاک میره. و عادا و ثمودا، داستانهای دیگری که شما خواندید. و عادا و ثمودا، و همچنین قوم عاد و قوم ثمود. و قد تبین لکم من مساکنهم، برای شما مساکنشان واضح است، روشن است کجا زندگی میکردند، چی شد با اونها. قوم عاد و قوم ثمود، عاد اولا و عاد اخرى، این دوتا معمولا داستانشون در میان عرب ها معروف بود. قبل از اسلام با هم دیگه میگفت، چون که اینها از سرزمین حجاز نزدیک بودند، عاد و ثمود. و زین لهم الشیطان اعمالهم، علت گمراهی، علت عذاب این که گمراه شدند چون که شیطان اعمالشون را براشون مزین کرد، اعمال مشرکانه. شرک میکردن، فکر میکردن ما کار خوب میکنیم، کار نیک میکنیم، عبادت میکنیم، خدا را خوشنود میکنیم، خدایان راضی میشن، سفارش ما میکنن. شیطان فریب میداد. و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان برای آنان اعمالشان را مزین کرد. فصدهم عن السبیل، آنان را باز داشت از راه توحید. و کانوا مستبصرین، آنها میدیدن همه چیز را میدانستند، متوجه بودند، ولی الله عزوجل میفرماید شیطان اونها را فریب داد. غیر از اینها داستان اینها و قارون و فرعون و هامان، همچنین قارون، فرعون، هامان، تمام این سرکش ها، متمرد ها. ولقد جاءهم موسی بالبینات، موسی با بینات، با دلائل و با معجزات آمد. فاستکبروا فی الارض، آنان در زمین تکبر کردند. و ما کانوا سابقین، سابقین نبودند. سابقین قبلا خواندیم که در برند، پیشی بگیرند، سبقت بگیرند، از عذاب خدا فرار کنند و خدا را مسبوق بگذارند، اونا سابق بشند. نه، همه گرفتار شدند. همه اینها الله میفرماید این همون نتیجه هست که این نتیجه واقعا تکان دهنده است. فکلا اخذنا بذنبه، همه این اقوام، همه این ملت ها را ما مؤاخذه کردیم به سبب گناهانشان، به سبب معاصیشان. چه گناهی داشتن؟ چه عذابی؟ فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، بعضی از اونها بود که ما فرستادیم بر آنها حاصب، سنگ بارانشون کردیم. حاصب سنگ ریزه ها را میگن. بادها و طوفانهای شن اصل حاصب هست، ولی خب اینجا منظور اینه که سنگ باران شدند اونها. و منهم من اخذته الصیحه، بعضی از اونهایی بودن که این من ارسلنا علیه حاصبا پایینش بنویسی یعنی قوم لوط. و منهم من اخذته الصیحه، بعضی اونها بودن که صیحه اونها را در بر گرفت. صیحه جبرائیل، فریاد جبرائیل، جیغ جگر پاره کننده جبرائیل، و یعنی قوم ثمود بنویسید. و منهم من خسفنا به الارض، بعضی از اینها آنهایی بودن که اونها را در ته زمین فرو بردیم، خسف کردیم، مثل قارون. و منهم من اغرقنا، بعضی از اینها اونهایی بودن که ما آنها را غرق کردیم، در دریا غرق کردیم، به وسیله آب غرق کردیم، مثل فرعون و هامان. اما همه را الله در آخر یک جمله می فرماید: و ما کان الله لیظلمهم، الله بر آنان ظلم نکرد، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اما آنان خودشان بر خود ظلم کردند، بر نفسشان ظلم کردند. یظلمون بالاشراک، با انواع شرک ظلم کردند. بله، این عبرتهایی هست که از اقوام گذشته بود.
همه و همه به خاطر شرک بود، به خاطر غیر الله پرستی بود. الله عزوجل چون که این نمونه ها را آورده بود که مردم از شرک دست بکشند، مشرکین از شرک فرار بکنند، حال موضوع شرک را الله تعالی در قالب مثالی که این بخش دوم سوره هم از اینجا شروع میشه، در قالب مثال تفهیم میکند. الله میفرماید مثال کسانی که غیر از خدا دیگران را ولی گرفتند، حامی گرفتند، کارساز و مشکل کشا گرفتند، مثال اینها مثل عنکبوت است. ببین عنکبوت برای خودش خانه درست میکنه از تار، از تارهای عنکبوتی که خودش تولید میکند. آیا به این خانه اعتمادی هست؟ این خانه میتونه اولا او را از گرمی و سردی حفاظت کنه؟ هرگز نه. این خانه میتونه جلوی بادها و طوفانها را بگیره؟ نه خیر. جلوی اندک خراشی که کسی با چوب بزنه تمام این خانه عنکبوت و ساختمان عنکبوت به هم میریزد. لذا این خانه نیست که بهش اعتماد کنه. لذا این مسیر که مسیر شرک باشد، مسیر غیر الله پرستی باشد، از نظر سستی، از نظر عدم اعتماد، از نظر خطر همه خانه عنکبوت است. لذا هر عذابی، هر آفتی بیاد میاد، کاری نمی کنی، عملی نداری که جلوش را بگیرد، شرک داری که برعکس مورد خشم خدا واقع شدی. لذا الله می فرماید مثل الذین اتخذوا من دون الله، مثال آنانی که گرفتن غیر از الله اولیاء، دیگران را کارساز، دیگران را حامی، کمثل العنکبوت، مثالشان مثل عنکبوت است، اتخذت بیتن که عنکبوت برای خودش خانه درست کرده، و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، همانا ضعیفترین خانه عنکبوت است. لو کانوا یعلمون، کاش میدانستند اینها، کاش میدانستند که خانه‌ای که اینها برای خودشون درست کردن، حصن و قلعه‌ای که اینها برای خودشون درست کردن برای حفاظت خودشون، فکر میکنه خدایان ما را حفاظت میکنن، مال ما را، اولاد ما را، جان ما را. این حفاظ مثل همون عنکبوت است. ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء، الله میداند آنهایی که اینها میخوانند غیر از الله، من شیء هر چی باشد، الله میداند اینها چی را میخوانند. کسانی را، چیزهایی را که هیچ استحقاق الوهیت و ارزش خدایی ندارند. و هو العزیز الحکیم، بدون شک الله غالب هست و کارهای الله با حکمت است، دستوراتش هم مملو از حکمت است. و این مثال هایی که الله بیان می فرماید، و تلک الامثال نضربها للناس، این مثال هایی که ما بیان میکنیم، میزنیم، یعنی بیان میکنیم برای مردم، و ما یعقلها الا العالمون، اینها را درک نمی کند مگر عالمون، اونایی که اهل علم باشه، اونایی که اهل خرد و اهل دانش باشند. خلق الله السماوات والارض بالحق، این دلیل توحید عقلی هست. الله آفرید آسمان ها و زمین را بالحق، ای لاظهار الحق، حق را نشان بده به جهانیان که حق منم، معبود منم و مرا فقط عبادت کنید. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین، همانا در این آیه و نشانی هست برای مؤمنین اهل ایمان، ای مستفیدین من الآیه. اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون. بعد از اینکه مثالی را در پایان درس گذشته و آیات گذشته خواندیم درباره بطلان معبودان باطله،
حال الله عز وجل دلیل وحی بیان می فرماید. دلیل وحی که اینکه شما وحی الهی را برای مردم بیان بکنید، تلاوت کنید، بازگو کنید. اتل ما اوحی الیک، این امر برای بقا هست. از قبل هم تلاوت انجام می گرفت، از قبل هم خواندن قرآن بود. ادامه بدهید. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کن اونچه که وحی میشه به سوی تو ای رسول مکرم از کتاب خدا. و اقم الصلاة، امر مصلح است، نماز را برپا بدارید. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، بدون شک نماز باز می‌دارد از فحشا و منکر، یا نهی می‌کند از فحشا و منکر. ببینید سوالی که همیشه مطرح است اینه که نماز چطور باز می‌دارد؟ خیلی از افراد را می‌بینیم که نماز می‌خوانند گناه می‌کنند، با وجودی که نماز می‌خوانند کار حرام و خلاف شرع انجام می‌دهند. توجیهاتی بعضی ها ذکر می‌کنند چون که نمازشان با حضور قلب نیست، چون که نماز دارای فلان اشکال است، ولی بهترین توجیه علمی اینه که بنده ترجمه کردم، تنها نهی می‌کند. بازداشتن چیزی دیگه هست، نهی کردن چیزی دیگه هست. مثلا پیغمبر ما را نهی میکنن، میگه نکنید این کارا را، خب ما انجام میدیم، خود ما هستیم انجام میدیم. پس نماز خودش با توجه به اینکه نماز دعا و نیایش و مناجات با الله عزوجل هست، انسان را نهی میکند، جلوی انسان را میگیرد، جلوگیری میکند. یعنی در واقع پیام نماز این است، وقتی که تو در مقابل الله دست میبندی، الله را سجده میکنی، اونجا تواضع میکنی، دیگه گناه نکن. پس نماز ما را نهی میکند. یکی هست نهی، یکی هست انتها. نهی یعنی بازداشتن، انتها یعنی باز آمدن. او ما را نهی میکند ولی ما باز نمیاییم. پس ان الصلاة تنها عن الفحشاء معنیش اینه که نماز باز می‌دارد، یعنی جلوگیری می‌کند، نهی می‌کند. پیام نماز این هست، سخن نماز این هست که نباید انسانی که خدا را پرستش می‌کند، چون پرستش و عبادت خدا معنیش اینه که خدای هر چی تو بگی. پس نماز در واقع به زبان بی زبانی میگه که شما گناه نکنید، ولی خب انسان می‌کند. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، از فحشا و منکر. فحشا هم به گناه اطلاق میشه، منکر هم به گناه، ولی بیشتر فحشا به گناهی که موضوعیتش موضوع اخلاقی باشد، و منکر عام است، مطلق. ولذکر الله اکبر، ذکر الله اکبر است از هر چیز. بعضی گفتم ولذکر الله اکبر منظور از ذکر الله نماز هست، چون نماز واقعا ذکر است. در حدیث هم آمده نماز ذکر است. نماز قرائت هست، تسبیح هست، تحمید هست، همش ذکر از اول تا آخر. یعنی این نماز بزرگترین کار هست، بزرگترین عمل است. و بعضی گفتم نه، مراد از ذکر عام هست، نماز نیست. نماز هم بیاد خدا بودن هست و ذکر الله هم بیاد خدا بودن هست. نماز در اوقات خاص بیاد خدا بودن، اما مهمتر اینه که همیشه انسان بیاد خدا باشد. اصلش این ذکر الله واقعا از فحشا و منکر انسان را نهی می کند. یعنی ذکر الله معنیش اینه که همیشه بیاد خدا باش. وقتی که بیاد خدا باشی دیگه معصیت نباید بکنی. ولذکر الله اکبر معنیش اینه. والله یعلم ما تصنعون، این ترهیب از خدا میدانه شما چه میکنید. عمل کرد شما را الله تعالی خبر دارد. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. دعوت قرآن
دعوت با حکمت بود. اما اهل کتاب که خودشون را اهل علم میدانستند، اونها ذوق و علاقه مناظره و مباحثه و جدل داشتند. روش قرآن روش خیرخواهی است، لذا الله میفرماید جدل نکنید، ولا تجادلوا اهل الكتاب، بحث نکنید، مناظره نکنید با اهل کتاب. بنده قبلا هم خدمت شما عرض کردم که از تمام قرآن معلوم میشه که الله عزوجل روش دعوتی را میپسندد و توصیه میکند که در آن خیرخواهی مد نظر باشد، نصح مد نظر باشد. یعنی کسی را که شما تبلیغ میکنید، استدلال و منطق میارید، هدفتون چی باشد؟ خیرخواهی باشد. نباید روش زننده باشد، روش مناظرانه باشد، روشی باشد که طرف ضد کند، به جای قبول کردن بیشتر بر عناد بیاید. لذا اینجا هم همونه، الله میفرماید ولا تجادلوا اهل الكتاب، چون که کسی که وقتی بخواد مناظره بکنه این دیگه اصلاح بشو نیست، اون فقط میخواد که خودش را غالب کند ولو اینکه بدوند که من بر باطلم. ولا تجادلوا اهل الكتاب، با اهل کتاب جدل نکنید، الا بالتي هي احسن، مگر به اون خصلتی که اون زیبا باشد. یعنی دلائل را از روی حکمت و موعظه حسنه برایش بیان کنید، دیگه جر و بحث نکنید. الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم، الا الذين ظلموا منهم، لكن منقطع است. اما کسانی که ظلم کردند از آنان، ببخشید این متصل است، جدال نکنی به اهل کتاب الا الذين ظلموا منهم، مگر اونایی که از اونها اهل شرک کرد. ظلم میبنه شرک، هر جا ما میخوانیم. به اونها بگویید، این بیان احسن هم اینجا آمده، و قولوا آمنا بنویسید بیان احسن. به اونها این گونه بگویید و قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم، ما ایمان داریم به آن کتابی که نازل شده به سوی ما و آن کتابی که نازل شده به شما، به سوی شما. یعنی ما مقدسات شما را مقدس میدانیم، کتاب شما را کتاب خدا میدانیم. این چی هست؟ همون روش احسن. مشترکات را اول چی کنید؟ عنوان کنید. یعنی ببینید مشترکات را وقتی که شما عنوان میکنید، پس کلام شما زننده نیست، شما اول تقریب ایجاد میکنید بین خودتون و اونها، تقریب ایجاد میکنید. ما منکر نیستیم، ما کتاب خدا را، قرآن را هم قبول داریم، کتاب خدا تورات به او هم ایمان داریم که از جانب خداست. ما پیامبر خدا محمد صلی الله علیه وسلم را هم قبول داریم، پیامبر خدا موسی را هم قبول داریم، عیسی را هم قبول داریم، انجیل را هم قبول داریم. مسلمات و اون مواردی که مشترکات هستند ذکر کنید. و همچنین و الهنا و الهکم واحد، معبود ما معبود شما یکی هست، و نحن له مسلمون، ما تسلیم او هستیم اعتقادا و عملا. بنویسید اعتقادا و عملا، کاملا در مقابل او چی هستیم؟ ما تسلیمیم. و كذلك انزلنا الیک الكتاب، اینجا ترغیب الی الكتاب است، چون بحث قرآن آمد، نه کتاب منظور قرآن است. و كذلك انکاف لبیان الکمال است، یعنی از کمال ماست که ما نازل کردیم به سوی تو ای محمد صلی الله علیه وسلم قرآن را. اما دلیل نقلی از بعضی از علمای اهل کتاب، عرض کردم هر جا بحث کتاب میشه الله عزوجل شاکر و علیم است، قدردان است. علمای اهل کتابی که ایمان آوردن خدا ذکر خیرشون را میکند. عبدالله ابن سلام، اعوانش، انصارش، تلامیزش، مریدانش جمع بزرگی بودند. لذا اینجا هم اشاره به آنان است. الله می فرماید فالذین آتیناهم الکتاب یؤمنون به،
آنانی که ما به آنان کتاب دادیم، یعنی فهم نافع کتاب را بهشون عطا کردیم، یؤمنون به، آنها به این قرآن ایمان می آورند. و من هؤلاء من یؤمن به، از اینها یعنی اهل مکه، از این اهل مکه هم کسانی هستند که یؤمنون به، تمام مهاجرین اهل مکه بودند، اما منکرین اهل عناد کیند. و ما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، آیات ما را انکار نمی کنند مگر کافران، در حالی که دلائل مبرهن بر اینکه اینها آیات ما هستند هم وجود دارد. من جمله دلائلشان این دلیل آیه بعدی هست. ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشون تاریخ گذشتهشون یک دلیل محکم هست بر اینکه پیامبر خدا و رسول خدا بود. چگونه؟ الله تعالی درباره گذشته پیغمبر می فرماید که قبل از قرآن، قبل از نزول کتاب، هیچ کتابی را نخوانده بود و با دستش یک کلمه کتابت نکرده بود، ننوشته بود، یعنی به مکتب نرفته، سواد نیاموخته. نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت، به مکتب نرفته بود، خط ننوشته بود، سوادی نداشت، اما ناگهان چنین کتابی را که مملو از حکمت است، پر از موعظه است، تمام اقوام گذشته را به ریز بیان می کند، درباره تمام احوال آینده پیشگویی می کند. این کتاب را که هیچ کتاب مثل این نبوده و نخواهد بود، این کتاب را یک پیغمبر امی آوردن و ارائه کردن، این دلیل هست که واقعا نبی حق است، من جانب الله است. و ما كنت تتلو من قبله من کتاب، تلاوت نمی کردی، نمی خواندی قبل از این هیچ کتابی را، ولا تخطه بیمینک، و با دستت خط نمی کشیده، ای لا تکتبو، نمی نوشتی با دستت. اذا لارتاب المبطلون، اگر می کردی در این هنگام شک می کردند اهل باطل، ولی جای شک برای اونها هم نگذاشتی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکه اینها آیات بیناتی هستند که در دل کسانی که علم داده شدند، یعنی اهل علم اینها را در دل جا می دهند، اونها می دانند قدر این آیات را. و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، نسبت به آیات ما انکار نمی کنند مگر ظالمان، ای مشرکین. و قالوا لولا، زجر توبیخ هست، سرزنش هست بر خواسته مشرکان. قبلا خواندیم یکی از خواسته های مشرکان این بود که خب اگر پیغمبر به حق خدا هستی، معجزه‌ای که ما میگیم بیار، آیه و نشانه‌ای که ما میگیم بیار. ما قبلا در رابطه با معجزات خیلی بحث کردیم. یکی از محل استدلال و استشهاد این آیه هست، چون که متاسفانه اهل شرک و اهل خرافه که گاهی استنباط می کنند، استدلال می کنند بر اینکه انبیاء خدا قدرتی دارند، تصرفی دارند، میتونن به مشکل ما رسیدگی بکنند، اینها از معجزات پیامبران استنباط می کنند. مثلا معجزه میگه پیغمبر وقتی که توانست ماه را 2 نصف بکند، پیغمبر نمیتونه به من یک فرزند بده، نمیتونه بازار من را رونق بده، نمیتونه فلان مشکل من حل کنه. از اون حدیث معجزه و آیه معجزه استنباط میکند. وقتی که پیغمبر معجزه میکند و 2 درخت را با هم نزدیک میکند با اشاره که درخت زمین را پاره میکند و میاد 2 تا کنار هم قرار میگیره، میگه پیغمبر معلوم میشه که مالک زمین و زمان بود، ارض و سما بود، همه کاره بود، همه چیز در اختیار او بود، در حالی که الله میفرماید معجزه به دست پیغمبر ظاهر میشه اما اختیارش به دست پیغمبر نیست.
یکی از اعتراضات مشرکین این بود که ما از تو میخواهیم که معجزه‌ای که ما میگیم بیار. اونا هم چیز کلانی نخواستند. او یکون لک بیتا من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه یا او تكون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا. باغ خوبی داشته باش برای خود یک شبه درست کن، کاخ خوبی داشته باش، یا اینکه به آسمان برو ما ببینیم که داری پرواز میکنی، از آسمان برای ما نامه خصوصی بیار. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. این نوع معجزات را اونها میخواستند و امثال اینها را که 8 را شما در سوره فرقان خواندید از خواسته هایشون. لذا الله تعالی در جواب میگوید که شما به اینها بگو معجزه به دست الله است، به دست من نیست. معجزه به دست پیغمبر ظاهر میشه، اختیارش، کلیدش، شاکلید به دست الله است. عیسی علیه السلام هم میگه و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى باذن الله. هر کاری من میکنم به اذن الله میکنم، تا زمانی که الله نخواد من کاری نمیتونم انجام بدم. اینجا هم از پیغمبر میخوان معجزه. و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه. آیات یعنی آیات مقترحه، آیات مطلوبه. اون آیه‌ای که ما میخوایم چرا نازل نمیشه؟ و الا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هزاران معجزه داشت. و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه. میگوین چرا بر او نازل نمیشه آیاتی از جانب رب، یعنی آیاتی که ما میخوایم. قل انما الآیات عند الله. جواب بده، پاسخ بده، جز این نیست که آیات نزد الله است، یعنی فقط اختیار اونها با الله است، معجزات در دست الله است. پس شما چه کارید؟ و انما انا نذیر مبین. فریضة الرسول، من نذیر آشکاری هستم، من فقط شما را میترسانم از عذاب خدا. اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم. برای تایید رسالت شما، برای اینکه واقعا پیامبر به حق هستید، به قدر کافی ما آیات فرستادیم. همین قرآن آیه اندکی هست، هرچه تحدی می شوند، هرچه به مبارزه طلبیده می شوند، اینا نمیتونن مثل این قرآن بیاورند. پس این خودش یک آیه هست. اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم. آیا کافی نیست آنان را که ما بر آنان کتاب تلاوت میکنیم؟ نازل کردیم بر تو کتاب را که تلاوت میشه بر آنان. ان فی ذلک لرحمه و ذکر لقوم یؤمنون. اما چه کسی از این قرآن استفاده می کند؟ مستفیدین. ان فی ذلک لرحمه، همانا در این قرآن، در این کتاب رحمت است. کسی به این عمل کند رحمت خدا بر او سرازیر میشه. و ذکر لقوم یؤمنون، و پند است، اندرز است، اما برای مؤمن، برای قومی که ایمان بیاورند. بله. خب قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا. دلیل دوم رسالت، الله کافی، الله گواه است. الله در این آیه، در این کلامش بار بار اعلام میکند که من او را فرستادم. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا. بگو الله کافی است بین من و بین شما از نظر گواه. چون اللهی که همه چیز را میداند، علمش از علم همه بیشتر است، حتی علم مغیبات را میداند. یعلم ما فی السماوات والارض. میداند تمام آن اتفاقاتی که در آسمان و زمین میفته. والذین آمنوا بالباطل. اما کسانی که ایمان به باطل و به شرک آوردند و کفروا بالله. بالباطل چی است؟ تفسیر جلالین گفته ما یعبد من دون الله. باطل خدایان دروغین. اونایی که به خدایان دروغین ایمان دارن، به ما یعبد من دون الله ایمان دارن و به خدا کفر کردن، اولئک هم الخاسرون. این نتیجه عنادشان هست. اینها زیانکارند، اینها خاسر هستند. و اینها اینقدر الله عزوجل گمراهشون کرده که عذاب میخواهند. میگن زودتر. و یستعجلونک بالعذاب.
همین انسان هایی که عقل و خرد را از دست دادند تعجیل دارن برای عذاب بیاد. میگفت متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، وعده عذاب کی میاد؟ الله اینجا دلیل تأخیر عذاب را بیان میفرماید. چرا عذاب دیر میاد؟ چون الله تعیین کرده. الله عزوجل مثل ما انسان ها عجول نیست، برای هر چیزی وقتی معین کرده. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. اگر اجل معین نبود، اجل معین چی هست؟ موت یا عذاب. چون موت هم برای کافران عذابی هست، آغاز عذابشون هست. لجاءهم العذاب، عذاب فوری می آمد. ولی الله عزوجل به زبان و به دهان هر کس که بگه چرا عذاب نمیاد، فورا عذاب نمیده. ولا یأتینهم بغتة وهم لا یشعرون. الله می فرماید حتما می آید اون عذاب پیشانان، ناگهان می آید. بعضی گفتن مراد از عذاب عذاب دنیاست، بعضی گفتن مراد از عذاب عذاب آخرت است. چنانچه علامه نصفی در تفسیر مدارک نوشته هو یوم القیامه او یوم بدر. مدارک اون روز قیامت است یا روز بدر است. و هم لا یشعرون، اونها نمیدن. یستعجلونک بالعذاب، باز هم زجر و تخویف اخروی. از شما عذاب میخواند، عجله دارن برای عذاب آمدن، در حالی که همون عذاب جهنم کافیه. و ان جهنم لمحیطة بالکافرین. جهنم احاطه کننده کافران است. همه کافران، همه منکران را جهنم در بر میگیرد، هرچی جمعیتشون زیاد باشه. شاید کسی بگه این همه کافر جا نمیشند. لمحیطة بالکافرین. اما شمی از جهنم یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، روزی که عذاب آنها را تحت پوشش قرار میده، از بالای سرشان، از زیر پایشان. لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش. الله می فرماید که رخت خوابشون هم از آتش، بالا لحاف و پتویی که بر اونها میفته هم از آتش، یعنی از هر طرف در احاطه آتش هستند. و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون. الله به آنها میگه یقول الله تعالی ذوقوا، بچشید، ما کنتم تعملون، اون چه که شما عمل میکردید در دنیا، نتیجه عملتان را امروز اینجا بچشید به شکل عذاب. یا عبادی، بعد از اینکه الله تعالی گوشه از عذاب را بیان کرد، اکنون بندگان خودش را خطاب میکنه. اینجا در رابطه با هجرت هست. اگر در یک سرزمینی برای شما عبادت خدا میسر نیست، راحت نیستید، بروید جای دیگه خدا را عبادت کنید، جایی که راحت بتونید، جایی که کسی مزاحمت نکند. این دستور هجرت است و هجرت تا قیامت است. هجرت و جهاد تا قیامت است. مخصوص زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبود، اما قبلا عرض کردم جای تأسف است که امروز مسلمانان به دنبال اینکه یه جای راحت تر بتونن عبادت بکنند، یه جای دین و دیانت بیشتر باشد، به دنبال این نیستند، به دنبال رفاه هستند، به دنبال راحت هستند. به جای میرن میگه از نظر زندگی و امکانات فول باشد، ولو اینکه اصلا دینی اونجا نباشد، حیات دینی نباشد، نمازی نباشد، عبادتی نباشد، اذانی در سال نباشد، فرزندانشون نام الله را نشنوند، برای این پروا ندارند. امکان داره که این نسل در آینده مسیر خودش را اصلا گم کند. میگه من میرم در شهرهای مرفه زندگی میکنم، من میرم اروپا زندگی میکنم، اونجا خیلی راحته. دنبال ترفه هستند، ادعی دین را از دست میدن. این ضد هجرت است، این عکس هجرت است. و هجرت اونه که وطن آباد خودت را ترک کن، برو جایی که الله عبادت میشه و اونجا هیچ مزاحمتی برای دین و عبادتت نیست. و اینجا یکی از شرافت ها که الله بیان کرده
شرفی هست برای ما بندگان. ما را نسبت داده یا عبادی، ای بندگان من. چه کلمه زیبایی هست، چه کلمه ای که همراه با مهربانی و لطف الله هست. یا عبادی الذین آمنوا، ای بندگان من، اون بندگانی که آمنو ایمان آوردند. ان ارضی واسعتون، ای بندگانی که شما ایمان آوردید، همانا سرزمین من وسیع هست، زمین من وسیع هست، هر جا میتونید برید مرا عبادت کنید. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، ای وحدون، فقط و فقط مرا عبادت کنید. توحید فی العبادت. یه جایی هست که برای عبادتتون مزاحمت است، مردم شما را به سوی شرک فرا میخوانند، برید جایی که توحید باشد. کل نفس ذائقة الموت، این در واقع دلیل هجرت است. ببینید شما شاید به ذهنتون برسه که من اگر هجرت بکنم باید از برادر جدا بشم، از پدر جدا بشم، از عزیزان و خویشاوندان جدا بشم، لذا هجرت نمی کنم. الله می فرماد اگر هجرت نمی کنی، از جدایی می ترسی، فردا که بمیری چی کار می کنی؟ با موت که جدا میشی، با موت برای همیشه جدا میشی. الله یادآوری میکنه موت را، مناسبت را متوجه شدید؟ یادآوری میکنه موت را که اگر شما از جدایی بیم داری، پس اون جدایی را هم بیندیش. اگر با هجرت جدا نمیشی، فردا با مرگ جدا میشی. پس کل نفس ذائقة الموت، اگر این جمله را بنویسید، مناسبت آیه، ربط آیه مشخص میشه. اگر مفارقت از احباب مشکل است، اگر جدایی از احباب مشکل است، کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی چشنده مرگ است. ثم الینا ترجعون، سپس به سوی ما برگردانده میشوید. اونجا که به سوی الله حضوری باشد، اونجا الله تعالی عمل کرده ها را نگاه میکند. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردند و آنانی که عمل صالح انجام دادند، لنبوئنهم من الجنة غرفا، حتما آنها را ما جای میدیم از جنت، غرفا در کاخهای، در قصرهایی که تجری من تحتها الانهار، جاری است از زیر آن کاخها و درختانش نهرها، خالدین فیها، همیشه در آن بهشت هستند. لا موت ولا انتقال منها، معنیش اینه مرگی اونجا نیست، انتقالی از اونجا نیست به جای دیگر. نعم اجر العاملین، بسیار زیباست پاداش عمل کنندگان. اجر العاملین، پاداش عمل کنندگان، اونهایی که عمل میکنند. عاملین کیا هستند؟ الذین صبروا، آنانی هستند که صبر میکنند. قبلا عرض کردم صبر یعنی چه؟ صبر بر مصائب، اینم یک نوع صبری هست، مصائبی که در راه الله می آید. و یکی از موارد صبر بر طاعت، یعنی استقامت کردن بر عبادت، نه تنها در ماه رمضان، نه تنها در محرم و ماهای خاص. صبر میکنند یعنی استقامت میکنند. و سومین صبر چی بود؟ صبر بر ترک معصیت، گناه را ترک کردن. همه این صبرها معتبر است برای ورود به بهشت. مصائب میاد هم صبر کن، بر طاعت و عبادت هم استقامت کن، بر ترک گناه هم صبر کن. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، صبر میکنن مصائب کی میآید، وعلى ربهم، بر ربشان توکل میکنند، از مصائب نمی هراسند، با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. خب سبحان الله، الله تعالی همه شبهات و سوالات و اشکالات ما را جواب میده. و کأی من دابة لا تحمل رزقها، از این آیه هم شما فکر میکنید که این آیه هم بی مناسبت است؟ نه، این آیه هم ربط دارد با گذشته. الله میفرماید هر چارپایی رزق خودش را حمل نمی کند، اما خدا بهش رزق میده. این هم در واقع جواب شبهه‌ای هست. من که هجرت بکنم برم از کجا بخورم؟
مغازه میمانه، زمین کشاورزی میمانه، کاروبار میمانه. الله میفرماید این حیوانات اینها هیچ یکی بر پشت خودشون باربند ندارن که اونجا آذوقهشون بسته باشد. لا تحمل رزقها، اینها رزقشون را حمل نمی کنند، ولی به هر یکی خدا رزق میده، هر جا رزق میده. گاهی انسان میخواند این مجلات را، دانستنی ها را درباره حیوانات حیران میشه که بعضی از این حیوانات چقدر پرخور هستند. الله همون قد بهشون میده. بعضی هم مثلا روز 100 کیلو، 70 کیلو، 50 کیلو باید گوشت بخورند. الله عزوجل شکارشون را برایشون مهیا میکند. بعضی ماهی ها هستن میگن روز 200 کیلو باید ماهی بخورن. یک ماهی 200 کیلو ماهی، ما 1 کیلو گیرمون نمیاد، اون 200 کیلو خدا اونجا بهش میده. لذا الله میفرماید اینها را که خدا میده، شمایی که به خاطر خدا و دین خدا هجرت بکنی شما را نمیده؟ تفسیر مدارک بر این نوشته لما امر رسول الله صلی الله علیه وسلم من اسلم من مکه بالهجره، وقتی که رسول الله دستور داد مسلمانانی که اسلام آورده بودن از مکه هجرت، و خافوا الفقر و الضیعه، اونها ترسیدن از فقر و از ضایع شدن، فنزلت، این آیه نازل شد. و کأی من دابة لا تحمل رزقها، چقدر از دابه ها هستند، از چارپایان یا از موجودات زنده که لا تحمل رزقها، اینها رزقشون را با خود حمل نمی کنند. الله یرزقها و ایاکم، الله هم آنها را رزق میده، هم شما را رزق میده. و هو السمیع العلیم، الله سمیع هست، اقوال شما را میشنود. العلیم، از احوال شما با خبر دارد، نیاز شما را میداند. دغدغه داشته نباش، رب به فکرت هست. و هو السمیع العلیم معنیش اینه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، الله همه چیز میده، چون الله مدبره، الله متصرفه، همه عالم در اختیار الله هست، همه اکوان در اختیار الله هستند، کون، عالم کون. لذا این دلائل توحید عقلی که انسان را مطمئن میکند که پشت سر من چنان خالقی هست که همه چیز به دست الله هست. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از آنان سوال کنی چه کسی، چه ذاتی آفریده آسمان ها را، بنویسی التي منها الامطار، چون بحث رزق است، نه چیزهایی در قدرت بیان میکنه که با رزق ارتباط دارد. التي منها الامطار، اون آسمان هایی که از اونجا باران میاد. والارض، و چه ذاتی هست که زمین را آفریده، خلق کرده. التي منها النباتات، اون زمینی که تمام نباتات، حبوبات، درختان، علفها از اون میروید. و سخر الشمس والقمر، و کدوم ذات هست که خورشید و ماه را مسخر کرد. خورشید التي منها النضاج، خورشید هست که تابش خورشید سبب چی میشه؟ پختگی میوه میشه، رسیدن میوه میشه و رسیدن حبوبات میشه. والقمر الذي منه الانماء، ماه که سبب رشد میشه، تابش خورشید سبب پختگی و رسیدن میشه، سبب و تابش ماه که ما از اینها غافلیم، متوجه نیستیم، این سبب رشد چی میشه؟ گیاهان و علفزارها و درختها میشه. اگر بپرسی کی هست این همه قدرت به دست او، لیقولن الله، حتما میگویند الله هست. فانا یؤفکون، به کدام سمت و سو اینها برگردانده میشن من توحید العباده؟ لذا نتیجه میگیریم که رزق به دست ما نیست، با تدبیر ما نمیشه، به دست الله است. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له، الله است که فراخ می کند رزق را برای کسی که بخواهد از بندگانش، و یقدر له، و تنگ می کند برای آن. ان الله بكل شیء علیم،
علت. همانا الله به هر چیز داناست. باز هم دلیل توحید اعترافی، اونا خودشون هم اعتراف دارن. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، اگر از آنان بپرسی که کدام ذات است که از آسمان آب میفرستد نازل میکند، فاحیا به الارض من بعد موتها، زنده میکند به وسیله اون آب زمین را بعد از مردنش، لیقولن الله، حتما آنها میگویند الله، چون غیر از الله کسی نیست. این آبی که سبب رزق میشه، سبب حیات میشه، سبب خورد و خوراک میشه. قل الحمد لله. این نتیجه تمام دلایل گذشته است. پس ثابت شد حمد و سپاس مر الله را است. تمام اون تعریفات و ستایش ها، بالخصوص اونهایی که یلیق بالالوهیت، لایق الوهیت هستند، مثل عالم الغیب بودن، نافع و ضار بودن، مشکل کشا، حاجت روا بودن، این صفات اختصاص به الله دارند. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکه اکثر اینها، اون چی که باعث تأسف است، اکثر این انسان ها درک ندارند، نمیفهمند. و ما هذه الحیات الدنیا، بنویس علت لا یعقلون تاکه ربط آیه هم مشخص بشه. چرا نمیدانند انسان ها؟ چون گرفتار دنیا هستند. حب دنیا، شهوات دنیا، اینها اونها را کر و کور کرده، حقایق را نمیدانند. لذا الله تعالی در این بیان تحقیر و تقلیل دنیا را میفرماید. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، نیست زندگی دنیا مگر لهو و لعبی هست، لهو و لعبی هست. و ان الدار الاخرة لهی الحیوان، دار آخرت و جهان آخرت او هست حیوان. حیوان یعنی حیات اصلی، زندگی اصلی، زندگی واقعی و اصلی اون هست. گاهی دیدید بچه های کوچک برای خودشون یک دنیایی دارند، وقتی با هم بازی میکنند از دور مشاهده بکنید، گوش کنید، اونها در دنیای خودشون یک خونه برای خودشون درست کردند، یک ماشینی داره، یکی تراکتوری داره، یکی کشاورزی داره. اسباب بازی ها را که درست کرده هم بر همین منوال درست کردند. برای دختر بچه ها دیگ و پادیگ و اجاق و اینها درست کردند، شما همیشه برایشون میخرید. اونا وقتی با هم که بازی میکنند، یک گروهی مهمان هستند، یک گروهی میزبان هستند، دیگ را روی اجاق میگذارند، روی سماور میگذارند، چای درست میکنند. این لهو و لعب هست. در واقع وقتی که زندگی آخرت را نگاه میکنیم، اون چی که ما درست میکنیم، ساختمان و برج‌سازی میکنیم، خوشیم، دل بستیم با هم دیگه، این هم نمونه از اون هست نسبت به حیات آخرت. اینجا این حرف را درک نمی کنیم، متوجه نمیشیم، اونجا که بریم میدونیم، به خودمون میخندیم. لذا الله میفرماید زندگی اصلی، حیات جاودانه، حیات آخرت هست. لو کانوا یعلمون، کاش میدانستن مردم. باید بدانیم وقتی که قرآن به ما میگه کاش میدانستند و از الله عزوجل حرف شنوی می داشتند، شرک نمی کردند. چون یکی از دلائل اینکه مشرکین پروا نداشتن برای شرک خودشون، عدم اعتقاد به آخرت، اونا ایمان به آخرت نداشتن، هم مغمشون همین دنیا بود، اول و آخر همین دنیا بود. می گفت اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كرة خاسره، ما که تبدیل به استخوان بشیم دوباره زنده میشیم، که این که ناکامی هست. قبول نداشتند. لذا الله تعالی می فرماید که اینها که قبول ندارند شرک میکنند، ولی در همین شرک خودشون هم ثبات ندارند. وقتی که به مصیبت عظیمی گرفتار میشند، اینها فقط خدا را فریاد میزنند. فاذا ركبوا في الفلك، هرگاه سوار کشتی میشوند، دعوا الله مخلصین له الدین، میخوانند الله را در حالی که خالص برای او ندایشون فقط برای خداست. اونجا میگن تو دریا، تو این امور عظام، خدایان ما
معبودان ما نمیتونن کاری بکنن، کاری اونها کارهای کوچک کوچک است. در همون زندگی عادی میتونن مثلا در تجارت ما یک رونقی بدن، برکتی در زندگی بدن، در مال ما، در اولاد ما، فوقش به کسی بچه‌ای بدن، درد سری را دور کنن، درد شکمی را دور کنن. در این حد این موجهای سهمگین را، این طوفانهای خطرناک را کار اونها نیست. اینجا فقط خدا را صدا بزنید، همین سبب ایمان اکرمش. نه دعوا الله مخلصین له الدین. اما خدمت شما عرض کردم که متاسفانه اهل شرک و اهل خرافات ما از این هم پا فراتر گذاشتن، در سخت‌ترین شرایط هم غیر الله را استمداد میکنن. به گرداب بلا افتاد و کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. در این بلاها میگن که معین الدین چشتی ما را مدد میکنه. وقتی که در گرداب بلا بیفتیم، در حالی که اونها را الله میفرماید در اونها وقتی که به گرداب بلا میافتادن دعوا الله مخلصین له الدین. چرا ما اینقدر فاصله داریم؟ این همه جهل است، نادانی هست، دوری از قرآن است. الله میفرماید فلما نجاهم الی البر، وقتی که الله نجاتشون میداد به خشکی، اذا هم یشرکون، فورا شرک میکردن. لیکفروا بما آتیناهم، لام عاقبت است. عاقبت این میشه که اینها ناسپاسی میکنند، کفر میکنند بما آتیناهم، به اون چی که ما دادیم آنها را. ولیتمتعوا، یعنی بهره بگیرند، باید بهره بگیرند، چند روز استفاده کنند، در دنیا زندگی بکنند، عیش بکنند. اما فسوف یعلمون، ان قریب اینها میدانند، ان قریب میدانند که چرا، چون میدانند که با خدا چه شرکی میکردند، چه جنایت بزرگی مرتکب میشدند. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، الله عزوجل یکی دیگر از لطف و منتها را بر اونها بیان میفرماید. آیا اینها مگر نمی بینند که انا جعلنا حرما آمنا، ما قرار دادیم حرم امنی، این حرم را حرم امنی، که اینها در چنین حرم امنی زندگی میکنند. و یتخطف الناس من حولهم، مردم ربوده میشوند از اطراف حرم، یعنی خارج حرم. اما در داخل حرم بعد از جریان ابرهه و جریان لشکر فیل دیگه کسی جرأت نمی کند به حرم چپ نگاه بکند. حتی اهل حرم، مردم دنیا می ترسیدند، می گفتند که با اینها کار داشته نباشید که اینها هر کسی که به طرف اینها تعرض بکند تارومار میشه. حتی اهل حرم وقتی که می رفتند برای تجارت، هم دزدها و رهزنها وقتی می دانستند این کاروان اهل مکه است، با ایشون کار نداشتند. الله می فرماید این نعمت کمی است من به شما دادم، امنیت. و یتخطف الناس من حولهم، مردم از اطراف حرم، خارج از حرم، در جاهای دیگه ربوده می شوند، چپاول می شوند، غارت می شوند. هر کس بر اونها حمله می کند، دشمن تعرض می کند، آسایش ندارند. شما همه چیز آسایش دارید، باز هم ناسپاس خدا هستید، به باطل ایمان می آورید، به غیر الله را پرستش می کنید. افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون، آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت الله کفر می کنند؟ اون چی که الله بهشون داده، بالاترین نعمت الله توحید است. و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا، باز هم زجر و سرزنش همراه با تخویف دنیوی. چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا بگوید بر الله دروغ، او کذب بالحق لما جاءه، یا حق را تکذیب کند لما جاءه، زمانی که این حق پیشش آمده. کذب بالحق یعنی بالرسول او بالقرآن، تفسیر حق یا رسول است یا قرآن یا هر دو. ابو سعود نوشته الیس فی جهنم مثوى للکافرین، آیا در جهنم جایگاه کافرین نیست؟ چرا؟ حتما هست، جایگاهشون در جهنم، سزاوارشون جهنم است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اما الله عزوجل در اینجا
کسانی که در مقابل این کافرین جهاد میکنند یا مجاهده، سختی ها را تحمل میکنند یا می جنگند و جهاد میکنند. الله میفرماید که لنهدینهم سبلنا، ما اگر این را به معنی جهاد بکنیم هم درسته، جاهدو، اما با توجه به این که از باب مفاعله هست به معنی مجاهده. بعضی ها یکی عزیز نوشته بود که تحریف نیست، شما آیات جهاد را به معنی مجاهده میکنید، تحریف نیست، همه مفسران کردن جاهدو مادهش کسی که عربی بلد باشه مجاهده هست. ثانیا این سوره مکی هست، در مکه جهاد نازل نشده بود، آیات جهاد در سوره های مدنی هستند. الله عزوجل هم مجاهده را ابتدا مجاهده بعدا جهاد، هر دو را الله تعالی مشروع فرموده. اینجا مجاهده هست، گرچه بعضی از مفسرین گفتند که جاهدو به معنی قاتلو هم گفتن، ولی سوره مکی هست و به معنی مجاهده هم از باب مجاهده هم هست. کسانی که جاهدو فینا ای فی شأننا، در رابطه با ما با سختی ها با مجاهده مواجه میشن، یعنی اذیت و آزار میشن، سختی ها بر اونها میاد، شدائد را تحمل میکنند، این انسان ها، این مخلصین، لنهدینهم سبلنا، حتما ما راهایمون را بهشون نشان میدیم، راههای هدایت را، مسیرهایی که به الله منتهی میشه، یعنی راه را برایشون هموار میکنیم. گاهی شما اهل علم، شما دعوتگران در مناطق خودتون خدمت میکنید، فعالیت میکنید، با بنبست ها مواجه میشید، با مشکلات مواجه میشید. این آیه مشکلات شما را حل میکنه. بعضی دوستان میگن خب نسبت به مناطق خودشون میگن شرایط چنین سخته، ما نمیدونیم اونجا شرایط چی هست، ولی این آیه میگه که شما مجاهده بکنید، شما تحمل بکنید، استقامت بکنید، مسیر را ادامه بدید، الله تعالی بنبست ها را میشکند. لنهدینهم سبلنا معنیش همینه، ما راه ها را نشان میدیم، طلسم ها را میشکنیم، بنبست ها را میشکنیم، راه ها را برای شما فراهم میکنیم که بتونید، و امکان نداره کسی استقامت کند آخر الله برش فرج نیاره در سخت‌ترین شرایط. لذا هیچ وقت مایوس نشید، هیچ وقت از تهدید و ارعاب نترسید، ادامه بدید. نیاز به تحمل شدائد بود، سنت انبیاء خواندیم از صبح تا حالا، در سوره عنکبوت همین میخوانیم که همش مشکلات. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، در امتحانات گرفتار نمیشه، امتحانات هست. بهتر از ماها بودند که رسول الله فرمود اره شدند، بدنشون گوشتهایشون تکه تکه شد، اما از مسیر حق بر نگشتند. ما چرا اینقدر راحت طلب باشیم؟ فقط باید در جاهای نرم و گرم و عرض کنم که بدون هیچ نوع خطری با امنیت و آرامش باید کار بکنیم. اگر تهدیدی متوجه ما بود، اگر کسی را خوش نمی آمد، دیگه ما هم کارمون را ترک بکنیم؟ نه، الله تعالی از ما مجاهده میخواد، از ما ایثار خودگذشتگی میخواد. پیام این آیه همینه، کسانی که در راه ما مجاهده کنند، سختی ها تحمل کنند، لنهدینهم سبلنا، حتما ما راههای هدایت را برایشون هموار میکنه. هدایت به معنی چی؟ راهنمایی میکنیم اونها را، راهنمایی الله میکند، بنبست ها را الله میشکند، راه درست را الله تعالی فراهم میکند. و ان الله لمع المحسنین، علاوه از این که الله راهگشا هست، معیت الله هم با چنین مخلصین است، با چنین مخلصینی که فقط به خاطر الله تحمل میکنند. معیت الله از چه نظر؟ پایینش بنویسید قرب و رضا. الله عزوجل از نظر قرب، از نظر رضا، راضی بودن با این محسنین است. محسنین را دیگران نیکوکاران ترجمه میکنند، ولی عرض کردیم که ما به معنی مخلصین میگیم. اونایی که محسن هستند، الاحسان ان تعبد الله کانک تراه، اخلاص همینه، کارت فقط به خاطر خدا باشد. وقتی به خاطر خدا باشد،
نه از حکومت میترسی، نه از سردار میترسی، نه از عرض کنم که جمعیت میترسی، فقط از خدا میترسی و در اون مسیر حرکت میکنی. الله عزوجل توفیق استقامت بده. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل